عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. در به زکات فطر که زکات فطر چیست و چه حکمت ها دارد؟ بارک الله فیکم. زکات فطر یک صدقه است که بعد از نماز مغرب، وقتی که برای مسلمان ها معلوم شد که فردا عید است، یک زکاتی است که بعد از نماز مغرب برای هر یک مسلمان واجب می گردد. و اما در رابطه با حکمت های زکات فطر، البته در زکات فطر حکمت های گوناگون هست. از جمله از حکمت های زکات فطر این است که به نیاز کردن فقرا و مساکین از تلبیدن در روز عید و همچنین داخل کردن خوشحالی در قلوب فقرا و مساکین است در روز عید، که روز عید یک روزی است که همه مسلمان ها با آمدن آن روز خوشحال می شوند. پس از حکمت های زکات فطر این است که یک خوشحالی آوردن برای فقرا و مساکین است. و دیگه از حکمت های زکات فطر این پاکی است برای روزدار از سخنهای لغو و سخنهای زشت و حرفهای بیهوده که زدگی هست. یک پاکی است برای روزدار، چون که در حدیث ذکر میشد بر روایت عبدالله بن عباس که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زکات فطر را فرض قرار دادن همچون پاکی برای روزدار و از سخنهای لغو و از سخنهای بیهوده و از حرفها و سخنهای زشت. و دیگر از حکمتش و طعمة للمساکین، یک طعام برای مساکین باشد. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که فمن اداها قبل الصلاة فهي زکات مقبوله. پس هر کسی که اگر امی زکات فطر قبل از نماز، یعنی قبل از نماز عید ادا کرده، پس این زکات مقبول است، یعنی پیش الله قبول است. و من اداها بعد الصلاة فهي صدقه من الصدقات. ولیکن اگر هر کسی که اگر که زکات فطر را بعد از نماز، یعنی بعد از نماز عید اگر که ادا کرد، پس این صدقه از صدقات است، یعنی که زکات فطر محسوب نمیشود، بلکه مثل بقیه از صدقات که انسان میکرد به مانند همون هسته. بارک الله فیکم.